بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون لذت ببرید. به بخش دوم جلسه تحلیل بنیادی مقدماتی رسیدیم و خدمتتون هستیم. انشالله که تا زمانی که نفسا میاد و میره بازم در خدمتتون هستیم و این جلسات رو ادامه میدیم تا به نتایج مطلوب تری برسیم. بحث اصلی ما امروز در مورد اینه که تاریخچه بورس چیه؟ تاریخچه بورس از کجا شروع شده؟ و اینکه شرکت ها چه انگیزه‌ای دارن برای اینکه خودشون رو در بازار بورس عرضه میکنن، قسمتی از سهامشون رو میفروشن و شما میخرید. چرا اصلا باید همچین کاری بکنن؟ آقا جان سودشو برای چی با ما تقسیم میکنه؟ وقتی خودش داره این همه سود میکنه چه انگیزه ای داره برای این که بیاد مقداری از اون سودشو به ما بده؟ اصلا چه منطقی داره توش؟ منطقی نیست. شما عزیزان تا زمانی که در قسمت مالی براتون منفعتی نداشته باشه به کسی کمک نمیکنید. در غیر مسائل مالی شاید کمک بکنید، مثلا از لحاظ معنوی شاید به کسی کمک بکنید، از لحاظ اینکه روحتون جسمتون آروم بشه کیف کنید کمک مالی میکنید. ولی اگر بحث کسب و کار باشه، بحث درآمد باشه، منطق خاصی نداره. و اگر بخوایم منطقی به این مسئله نگاه بکنیم منطق نداره مگر اینکه منفعتی برای شما داشته باشه که اون انگیزه برای این کار به وجود. امروز میخوایم در مورد این مبحث به صورت مبسوط خدمت شما توضیحات کامل رو بدیم که ببینیم بورس اصلا واسه چی به وجود اومد و چطوری به وجود اومد. تو جلسه قبلی خدمتتون عرض کردیم که اصلا بورس چیه و این جلسه تکمیل جلسه قبلی میخوایم اینو براتون بازتر بکنیم و مسائل پیچیده تری رو بهتون عرض کنیم. بورس تاریخچه‌اش از خیلی سالهای قبل، قرن 15 میلادی در بلژیک به وجود اومد. چطوری به وجود اومد؟ روز اول که اینجوری نبود که یه مرکزی وجود داشته باشه، یک شرکتی وجود داشته باشه، ناظری داشته باشه که بخواد اینو بررسی بکنه، شفافیت داشته باشه. به این شکل هم چطوری به وجود اومد؟ یک میدانی بود، یک میدان اصلی بود که اسمش میدان تربوس بورس بود در بلژیک، که اونجا فردی بود که از به زبون خودمون آقازاده بود، یک فرد مشهوری بود که اسم ایشون هم آندر بورس بود که دقیقاً پیش همون میدون منزلشون بود و زندگیشون میکرد. به دلیل اینکه ایشون خیلی مشهور و آدم سرشناسی بود، بازرگانان، تجار، کسبه‌های مختلف، افراد معمولی جلوی درب منزل ایشون خرید و فروش انجام میدادن. کالاهاشونو، محصولاتشونو، هر چیزی که داشتن میخواستن بفروشن، مثل جمعه بازار خودمون که قدیما تو همه ایران عزیزمون وجود داشت. یه بازاری داشت میگفتن جمعه بازار، دوشنبه بازار، یک شنبه بازار. به هر حال یه بازاری تشکیل میدادن، مردم میمدن اونجا محصولاتشون رو به اشتراک میذاشتن و میفروختن. و اون زمان در اون میدون جلوی درب آقای بورس، آندر بورس، این کار رو انجام میدادن و تمام کسبه میمدن اونجا اموالشون رو، کالاهاشون رو به حراج میذاشتن، به صورت حراج میفروختن، تا اینکه به یک زمانی رسید
به یک برهه‌ای رسید که خیلی این جمعیت زیاد شد و شلوغ شد، ازدحام زیاد شد و هر کس و ناکسی از هر جایی بلند میشد میمد اونجا محصولاتشو میفروخت و هر کی به هر کی با قول گفتنی شده بود و هیچ نظارتی هم روی این خرید و فروش ها وجود نداشت. گاهن بیشتر اوقات دیگه داشت سر مردم کلاه میرفت و کلاهبردارانی از این موقعیت استفاده کرده بودن، از این شرایط استفاده کرده بودن، داشتن سر مردم رو کلاه می‌ذاشتن، محصولات فیک میدادن به مردم و مردم متضرر میشدن، تا اینکه آروم آروم به این نتیجه رسیدن برای اینکه بتونیم این بازار رو از این شکل در بیاریم باید یک ناظری وجود داشته باشه، باید یک پایگاهی وجود داشته باشه، یک مرکزی وجود داشته باشه که یک نظارت شفاف بر این حراجی ها داشته باشه تا از این ولوشو در که یک مدتی که گذشت جایگاه‌های مسقفی رو درست کردن برای افرادی که میخواستن محصولاتشون رو بفروشن و به صورت مرتب این کار انجام شد تا اینکه این مرکزی به وجود آوردن به اسم آقای واندربورس، به دلیل اینکه به ایشون احترام بذارن، به دلیل اینکه ایشون اولین شخصی بود که جلوی خونش این اتفاق میافتاد، به احترام ایشون اسم این مجموعه رو گذاشتن بورس که نظارت دقیق بر خرید و فروش ها داشته باشه. خرید و فروش ها رو کنترل میکردن، شفافیت به وجود میومد و مردم محصولاتشون رو ارائه میدادن و حراجی ها خیلی شفاف و بدون کلاهبرداری انجام میشد. همونطور که تو ویدیو قبلی خدمتتون اشاره کردم، حتما برید ویدیو قبلی رو ببینید. قبلا هم قبل از اینکه دوره رو بخوایم شروع کنیم بهتون گفتم برای اینکه بتونید مفاهیم رو کامل متوجه بشید حتما باید ویدیوها رو به صورت کامل ببینید و به صورت رندوم یا به صورت اینکه اصلا ازش بگذرید این کار رو انجام ندید، چون ممکنه مسائلی رو در این ویدیو اعلام بکنم و در ویدیو بعدی کاملش بکنم. پس حتما این کار حتما انجام. همونطور که در ویدیو قبلی هم اشاره کردم، بورس که الان هممون اصلا بدون اینکه میبینید فردی که اصلا از این دنیا چیزی خبر نداره و در یک کلبه چوبی زندگی میکنه هم اینو میدونه و به روی زبونش کلمه بورس ناآشنا نیست و میبینید که شخصی که اصلا وارد بازار سرمایه یا همون بورس نشده میگه فلان خیابون بورس مثلا قطعات ماشینه، فلان خیابون بورس لوازم خانگیه، فلان خیابون بورس کتاب فروشیه. هر کسی میخواد بره بخره کتاب بره بورسش تو خیابون انقلابه، همه برید اونجا کتاب بخرید. پس اشاره کرده بودم که بورس به جمع شدن یک سری اصناف در کنار هم و جمع شدن یک سری سرمایه ها کنار هم، تجمیع شدن اینا و با تشکیل یک کسب و کار شدن بهش میگن بورس، بازار بورس. و در بازار بورس به دلیل اینکه سرمایه ها دور هم جمع شدن، یک چارچوبی رو تشکیل دادن، بهش بازار سرمایه هم میگن، چون سرمایه ها دور هم تجمیع شدن که یک کسب و کاری رو شریک بشن، پس بهش بازار سرمایه هم میگن. اگر جایی شنیدید بازار سرمایه یعنی همون بازار بورس خوده. حالا چه نیازی بود که
سازمانی به اسم بورس از همون ابتدا برپا بشه و تشکیل بشه و بخوایم زیر نظر این سازمان جلو بریم. مثلا چه دلیلی داشت؟ منطقش چی بود؟ گفتم برای شفافیت، برای کنترل بازار، یکی از دلایلش داشتن یک مرکز جامع بود که بتونه تمام این کسب و کارها رو کنترل برشون داشته باشه و بتونه بهشون امر و نهی بکنه و نگذاره سر کسی این وسط کلا. یکی دیگه از دلایلش اینه که سرمایه گذاران، تجار، کسبه، اونایی که اون زمان میخواستن محصولاتشون رو بفروشن، یک زمانی رسید که احتیاج داشتن برای اینکه کسب و کارشون رو بزرگتر بکنن. مثلا تجاری بود که میتونست پتانسیل اینو در خودش میدید که اگر پول بیشتری در اختیارش باشه، منابع بیشتری داشته باشه، میتونه محصولات زیادی رو وارد بکنه و محصولات بهتری رو ارائه بده. یا کسی بود که محصولات کشاورزیش رو می آورد اونجا حراج میذاشت، پتانسیل اینو داشت که زمینش رو بزرگتر کنه و افراد بیشتری رو وارد اشتغال بکنه. پس منابع نداشتن و کسی هم اعتماد نمی‌کرد به این افراد حالا پول بده. باید یک نفر بود که تضمین اینا رو میکرد، کسی نبود تضمین بکنه. چه دلیلی داشت من به یک شخص غریبه که نمیشناسمش پول قرض بدم و باهاش شریک بشم؟ میتونه سر منو کلا بزنه. پس بازار احساس نیاز میکرد برای اینکه یک مرکزی وجود داشته باشه، برای اینکه تضمین کننده این افراد باشه تا ما بتونیم با خیال راحت به این افراد پول قرض بدیم و با اونا شریک بشیم و در کسب و کارشون شریک بشیم، سود و زیان اونا با ما برای ما هم باشه، ما باشون تقسیم بکنیم. پس اومدن مرکزی رو به اسم بورس به احترام آقای واندربورس پایگذاری کردن، جایگذاری کردن و این افراد اومدن زیر نظر سازمان، زیر نظر مرکز بورس خودشون رو معرفی کردن و اومدن گفتن خب از امروز اگر محصولات ما رو میخریدن، از امروز دیگه با ما شریک بشن. یعنی اینطوری نباشه که فقط بیان از ما محصول بخرن و فقط ما سود بکنیم، بیان ما سهاممون رو به اینا میفروشیم و وقتی که فروختیم در کسب و کارمون با ما شریک بشن. حالا خودشون هم که از ما خرید میکنن، وقتی ما دارن محصول رو میخرن سود ایجاد میشه، به علاوه این که داری محصولت رو از من میخری سود هم داری میکنی. این چقدر قشنگ شد. خب به اینجا رسید که این مرکز یک سری تضامین، یک سری موارد خاصی رو از این شرکت ها خواست برای تضمین که تضمین دهنده شراکت این کسب و کار با سرمایه گذار باشه. اومد شرکت ها رو، بازرگان ها رو، کسبه رو که میخواستن سهامشون رو به این سرمایه گذارا بفروشن رو به صورت خیلی جز به جز زیر ذره‌بین قرار داد و تضامینی رو ازشون گرفت که نتونن فرار کنن و سرمایه گذارها به جای اینکه دیگه بیان محصولات رو از اینا بخرن، به علاوه اون سهامشون رو هم داشته باشن و در سود و زیانشون هم شریک باشن. حالا چه اتفاقی میفته؟ این بازرگانه
که قرن 15 محصولاتش رو میفروخت و پتانسیل اینو داشت که اگر منابع بیشتری داشته باشه سود بیشتری هم تو ایجاد بکنه، اومد پول رو از سرمایه گذار گرفت، با سرمایه گذار شریک شد و پتانسیل اینو ایجاد کرد که اشتغال رو بیشتر کنه و محصولات بیشتری هم تولید بکنه و در نهایت باعث تولید اشتغال و درآمد بیشتر برای اقتصاد کشورش. خب پس دیدیم بورس چه الزامی داشت، مثلا برای چی باید یه مرکزی رو به عنوان بورس ایجاد میکردن. پس یکی دیگه از دلایلش همین بود که بتونه تضمین بده به اون افرادی که میخوان پولشون رو بدن به اون صاحب کسب و کار تا با پولشون کار بشه و با هم شریک بشن و سود بسازن و سرمایه گذار منفعت ببره. پس دیدید چقدر جایگاه مرکز بورس واجبه، چقدر خوب بود که این مرکز ایجاد شد. اولین بورس اوراق بهادار جهان در آمستردام هلند برپا شد و اولین شرکتی که سهام خودش رو عرضه کرد در این بورس هلند، یک کمپانی هندی بود که برای اولین بار قسمتی از سهام خودش رو عرضه کرد در بورس اوراق بهادار که خیلی انقلاب بزرگی بود در صنعت بورس. و در حال حاضر هم که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، بورس نیویورک یکی از بزرگترین بورس های جهان است به دلیل افزایش معاملات و مقدار سرمایه بورس نیویورک. این بورس این کشور رو بزرگ کرده و کشوری که بورس بزرگی داره یکی از نشانه های توسعه یافتگی اون کشور و هر چقدر بورس اون کشور بزرگتر باشه میتونیم نتیجه بگیریم اون کشور از لحاظ اقتصادی از همه لحاظها بیشتر اقتصادی توسعه بسیار خوبی داشته. چرا که بورس یه خورده قبلتر بهتون گفتم با ورود شرکت ها به بورس همه منفعت میبره. دولت منفعت میبره به دلیل شفافیت های بسیار زیاد و دریافت مالیات و چون هر چقدر شفافیت در صورت های مالی بیشتر باشه مالیات هم بیشتر. شرکت ها منفعت میبرن چون منابع جدید رو از مردم میگیرن و کسب و کاراشون رو بزرگتر میکنن و سود بیشتری تولید میکنن. مردم عادی منفعت بسیار بالایی میبرن چون در سود شرکت ها شریک شدن با سرمایه های بسیار کم. اشتغال بیشتر میشه به دلیل اینکه کارخونه ها طرحهای توسعه بسیار بیشتری میگیرن با ورود پول به شرکت هاشون و اشتغال هم بیشتر میشه. چرا؟ چون کسب و کار یک تولیدی وقتی بزرگ میشه باید کارگرای بیشتری هم داشته باشه، پرسنل بیشتری هم استخدام بکنه و اشتغال رو بیشتر. پس این پویایی در کل کشور اتفاق میفته و با هر جا دیدین که بورس اون کشور در حال توسعه است و بزرگ شدن هست متوجه بشید که اون کشور هم از لحاظ اقتصادی به احتمال خیلی خیلی زیاد اقتصاد خیلی خوبی داره و کشور توسعه یافته‌ای هستش. در حال حاضر هم که با هم دیگه صحبت میکنیم کشور ایران، بورس ایران حدوداً 900 تا فکر میکنم مثلا 950 تا شرکت
در بورس عرضه کرده که توسط سازمان بورس که همون مرکز بورسی که ابتدای ویدیو بهتون گفتم تمام الزامات رو رعایت کردن و از فیلترهای مخصوص رد شدن و خودش رو در بازار عرضه کردن و شما عزیزان میتونید با خیال راحت در بورس ایران عزیزمون سرمایه گذاری بکنید و هیچ مدل نگرانی نمیتونید داشته باشید از لحاظ شفافیت. چرا؟ یک سری نگرانی دارن. حالا اون برمیگرده به مسئله آموزش که در آینده در جلسات آینده ما بهش میرسیم و با آگاهی که به وجود میاریم شما قادر به تصمیم گیری میتونید باشید که چه شرکتی از منظر ارزشی به ارزشه و میتونیم روی اون سرمایه گذاری بکنیم و یا اینکه نکنیم. حالا سوالی که به وجود میاد و قسمت دوم ویدیو ما هستش اینه که شرکت ها چه منفعت میبرن؟ که ابتدای ویدیو در موردش بهتون گفتم چه منفعتی میبرن از این که بخوان سودشون رو با ما تقسیم بکنن و سهامشون رو به ما بفروشن با ما شریک بشن. اصلا منطقی نیست مگر اینکه یک انگیزه‌ای برای این کار داشته باشن که میخوام مفصل بهتون بگم. اصلا عجله نکن، آروم باش. شرکت ها به چند روش میتونن تامین مالی بکنن که یکی از روشاش فروش شرکت قسمتی از سهام شرکتشون به صورت ارز اولیه در بازار سهام و میتونن از بانک هم قرض بگیرن، میتونن پول قرض بگیرن و نرخ بهره‌ای که براشون تعیین میکنن رو پرداخت بکنن. بر فرض مثال میرن 1 میلیارد تومان از بانک وام میگیرن و باید سر سال 200 میلیون تومان بهره این 1 میلیارد رو بدن. ولی در بازار سرمایه به این شکل نیست، هم پول میگیرن هم هیچ سودی نمیدن، پس به نفعشه. این یک مزیتشه. مزیت دومش اومده مقداری از سهامش رو به سرمایه گذارا فروخته ولی همچنان قدرت و تسلط رو بر روی شرکتش داره و همچنان اون شرکت و کارخونه و ماشینالات و تجهیزاتش رو داره. هیچ کس دیگه نمیتونه بره بهش بگه آقا این مال من اون مال من، چون نمیاد کل شرکت رو بفروشه. میاد مثلا 10% 20% اون شرکت رو میفروشه، تامین مالی رو انجام میده. تامین مالی رو که انجام داد همچنان اون هر چی داشته همچنان مال خودشه، فقط شما با در سود و زیان اون شرکت سهیم شدید و هیچ تسلطی بر منابع شرکت ندارید. چرا؟ به خاطر اینکه سهامدار اصلی شرکت خود اون شرکت و طبق قانون کسی میتونه تسلط بر کل شرکت داشته باشه که بالای 50% از سهام اون شرکت رو داشته باشه. پس شرکت بعد از فروش سهامش همچنان تسلط مالی و غیر مالیش رو بر شرکت خودش داره و به علاوه اون اومده تامین مالیش رو انجام داده، هیچ سودی هم پرداخت نمیکنه. این مزیت بزرگیه براش. تامین مالی کرده ولی قدرتش هنوز همچنان پابرجاست و کسی نمیتونه بالاتر از گل به این صاحب شرکت بگه، چون تمام تسلط بر زیر نظر خودشه، بدون اینکه پولی خرج بکنه میاد تامین مالی انجام میده و
سودش رو بیشتر میکنه. تامین مالی رو معمولا برای طرح‌های توسعه انجام میدن و زمانی که طرح توسعه انجام بشه شرکت سودسازیش بیشتر میشه، چون تولیدات بیشتر میشه سودسازی بیشتر میشه، سود بیشتری هم نصیبش میشه و به نفع سهام داره. وقتی که سهام یک شرکت فروخته میشه چه نفعی برای شرکت داره؟ چه نفعی برای سرمایه گذار داره؟ این یک معامله برده. هم سرمایه گذار سود خوبی میکنه و قابل توجهه و هم شرکت منفعت بالایی میبره. خیلی منفعت داره براش. برای سرمایه گذاران منفعت بسیار زیاد داره. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاران حداقل 500,000 تومان میتونن سهام یک کارخونه 100,000 میلیاردی رو بخرن، به اندازه 500,000 تومان بخرن. ولی شما با 500,000 تومان حتی طلا هم نمیتونید بخرید. شما با 500,000 تومان کار خاصی نمیتونید بکنید. ولی برای یک سرمایه گذار که 500,000 تومان داره، اگر قدرت تحلیل شرکت رو داشته باشه میتونه پولش رو رشد بده. و یکی از مزیت‌ها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه همینه که افراد با پولهای بسیار خرد میتونن در بزرگترین کارخونه ها سرمایه گذاری بکنن و منفعت بسیار بالایی ببرن و همونطور این منفعت رو به صاحب اون کسب و کار هم برسونن و در این وسط دولت هم سود بسیار زیادی میکنه. و میبینین که با سرمایه گذاری در بازار سرمایه به نفع تمام یک کشور، هم ملت، هم دولت، هم افرادی که کسب و کار دارن، به نفع همه با هم منتفع میشن که بسیار عالیه. همونطور که گفتم اگر یک کشوری مقدار شرکت هایی که در بازار سرمایه‌اش زیاد باشن یه میتونه نشانه از توسعه یافتگی اون کشور باشه. به همین دلیل که همه نفع میبرن، حتی دولت، حتی افراد خرد. افرادی که سرمایه های خرد دارن میتونن با اندک سرمایه حداقل 500,000 تومان برن یک کارخونه پتروشیمی بخرن. قدرت نداره. تو ویدیوی قبلی هم عرض کردم شما قدرت مالیشو نداری، یا شاید هم قدرت مالیشو داری بری یک کارخونه پتروشیمی کارخونه پتروشیمی که مثلا اوره تولید میکنه رو افتتاح بکنی، ولی زمانش رو نداری برای مدیریت. شاید زمانش هم داشته باشی ولی توانایی و حرفش رو نداشته باشی، در حیطه کاری شما نباشه و میتونید در عین حال که پتروشیمی رو خریدید میتونید صاحب یک کسب و کار تولید خودرو هم بشید. میتونید صاحب کسب و کار یک کارخانه تولید فلزات گرانبها، فلزات اساسی هم بشید. خیلی محصولات دیگه. و میبینید در عین حال صاحب چندین کارخونه هستید که از بغل اونا در سال میتونید سودهای بسیار زیادی کسب کنید. این مزیت برای سرمایه گذاری در بورس هستش و میبینیم که یک معامله برده. دلیل و انگیزه سرمایه فروش کارخونه ها برای کسب و کارها همینه، چون سود بالایی میبرن بدون اینکه بهره ای بدن. کسب و کار خودشون رو بزرگ میکنن بدون اینکه ریسکی بکنن. سهام خودشون رو میفروشن، با شما شریک میشن و کیف میکنن و شما هم کیف میکنید و دولت هم کیف میکنه. در نهایت اقتصاد یک کشور جون میگیره، تورم کم میشه و کلیت کشور شاد و خندان لذت میبره. و از اینکه
تورم ثابته عشق میکنن. سوال به وجود میاد، سوالتونم خیلی خشنه، یعنی الان میخوای از اون پشت یه مشت بزنی تو صورت من بگی بابا آقای روناسی این صحبت های شما که شد مثل همه که میگن بورس خیلی خوبه، این صحبت های شما از پشت ویدیو جالبه واسه ما، منطقی هم به نظر میرسه، خیلی هم منطقیه، صحبت های شما با عقل جور در میاد، ولی شما هم که مثل همه داری صحبت میکنی، داری تشویقمون میکنی، میگی بیا بورس خوبه، بورس عالیه، منطقی هم هست با صحبتاتون، ولی اینکه ما 50% الان تو ضرریم چیکار بکنیم؟ اینکه ما از پارسال تا حالا این همه ضرر کردیم داستانش چیه؟ پس شما این همه تعریف میکنی، شما هم که همش حرف میزنی، پس به ما بگو. بله بسیار سوال خوبیه، عالیه، آفرین به تو که این سوالو کردی، معلومه مغزت هنوز کار میکنه، معلومه که واسه این بازار ساخته شدی، کاسبی صحبت میکنی، دو تا 4 تا رو میفهمی، درست گفتی، سوالت کاسب مانند بود، عالی بود، آفرین، جوابش هم بسیار ساده است. خدمتتون عرض میکنم بین قیمت و ارزش خیلی از زمین تا آسمون تفاوته. قیمت یه چیزه، ارزش یه چیزه. قرار نیست شما جنسی رو که 1000 تومن ارزششه بری بخری 2000 تومن بعد بیای ناراحت باشی. دوزدی understand عزیزان دلم، ارزش یک جنس 1000 تومن، یعنی از لحاظ بنیادی یعنی چی؟ یعنی قیمت بهای تمام شده، تورم، قیمت دلار، همه چی روی این جنس لحاظ شده و میگی ما ارزش ذاتی این جنس، مثلا این خودکار 1000 تومنه، شما میری میخریش 2000 تومن، به شما میفروشنش 2000 تومن، این میشه قیمتش، ارزش ذاتیش حساب کردی 1000 تومنه، میریم داخل بازار میخریش 2000 تومن. خب الان شما خریدی 2000 تومن، بر چه اساسی خریدی 2000 تومن؟ منطقی نیست. حالا چه چیزی اینو منطقی میکنه؟ چرا افراد معمولا این گونه در بازارهای مختلف میخرن، خرید و فروش میکنن و منطقش رو به وجود میارن؟ چیزی به اسم تورم. در ایران عزیزمون چون تورم بسیار بالاه، معمولا اجناس به قیمت ارزش ذاتیشون فروخته نمیشه. به قول گفتنی، به قول عامیانه، قیمت ها رو پیشخور. مثلا انتظار تورمی 50%، انتظار داریم در 6 ماه آینده 50% تورم رو شاهد باشیم و همین انتظار تورمی باعث میشه که قیمت ها بالاتر از ارزش به فروخته معامله بشه. حالا اینکه شما بتونید متغیرهای این انتظار تورمی رو تحلیل بکنید، این میشه علم تحلیل بنیادی که شما بتونید ارزش یک جنس رو در آینده پیش بینی کنید و اگر میبینید که زیان میکنید، علت در ندانستن درباره ارزش ذاتی. فرض مثال شما یک گوشی موبایل میخرید 1,000,000 تومان که توهمی بیش نیست آقا جان. 1,000,000 تومان دیگه به شما گوشی نمیدن، این فقط فرض محاله. فرض میکنیم یک گوشی موبایل شما میخرید 1,000,000 تومان. حالا
به دلایل مختلف، به هزار دلیل، کاری نداره. اون زمانی که شما گوشی رو خریدید دلار 35,000 تومان بوده، به قیمت امروز که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم دلار 35,000 تومان بوده و موبایل شما هم 1,000,000 تومان و اون روزی که شما این موبایل رو خریدید با قیمت دلار 35,000 تومانی خریدید، چرا که متغیری به اسم دلار روی گوشی موبایل شما تأثیر گذار، یکی از متغیرهاش هستش که شما باید یاد بگیرید در چه بازاری چه متغیرهایی وجود داره که میتونه روی ارزش ذاتی شرکت ها در آینده تأثیرات خودش رو بذاره. حالا ما مثالمون رو زدیم روی موبایل، حالا فردا میشه، نه 1 هفته بعد میشه دلار به 1001 دلیل میشه 30,000 تومان. اصلا کار نداریم دلیلش چیه. آیا منطقیه که قیمت موبایل شما که بر اساس دلار 35,000 تومانی بوده و محاسبه شده بوده و شما اون رو خریدین، در امروزی که دلار شده 30,000 تومان محاسبه بشه؟ خیر. پس میبینید قیمت موبایل به یک باره ارزون میشه 800,000 تومان، میشه 700,000 تومان. آیا شما باید ناراحت بشید؟ گاهن دیدید که طلا خریدید و به یک باره قیمت طلا افت کرده به 1001 دلیل، کاری نداریم دلایلش، ولی افت کرده. شما باید بتونید متغیرهای یک بازار رو شناسایی بکنید و بتونید اثرات اون متغیرها رو روی قیمت اون بازار تحلیل بکنید و ارزش گذاری بکنید و ارزش ذاتی رو به دست بیارید که ما در این دوره و دوره‌های بعدی میخوایم این ارزش گذاری رو به شما عزیزان یاد بدیم که چطوری بشه یک شرکت رو از تمام مناظر متغیرهاش رو بررسی بکنیم و ببینیم این شرکت الان وقت خریدشه یا وقت فروشه. و دلیل اینکه شما عزیزان متضرر شدید در بازار، اونایی که الان دارن به من فحش میدن، اونایی که دارن با مشت میکوبن تو گوشی موبایلشون و مانیتور لپتاپشون که میگن این روناسی فقط حرف میزنه، دلیل این زیاناتون این بوده که نتونستید متغیرها رو به درستی تحلیل بکنید و ارزش ذاتی اون شرکت رو ندونستید و گاهن روی بهترین شرکت‌های بازار سرمایه که از لحاظ بنیادی عالی هستن زیان‌های 50% بکنید. پس ما در این کورس از آموزش به شما میخوایم آموزش بدیم که چطوری یک سهام رو از خوب و بدش رو به دست بیارید و بدونید که الان وقت خریده یا وقت فروشه. و احتمال زیاد بعد از این دوره، بعد از یادگیری این مفاهیم، قطعا شما به سود میشید و تقریبا میشه گفت 90% بیشتر. من حالا برای اینکه خیلی اقرار نکرده باشم میگم 90% افرادی که بتونن به این مسائل بنیادی مسلط بشن و متغیرها رو بتونن تحلیل بکنن سود میکنن. زیان خیلی 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 درصد کمی داره از نظر من. گاهم شما عزیزان طلا میخرید، ماشین میخرید و دلار میخرید، سکه میخرید، طلا میخرید، زمین میخرید، ساختمان میخرید، خیلی دارایی ها رو میخرید و یا سود میکنید یا زیان میکنید. آیا حالا من سوال میخوام از شما بپرسم، دوست دارم قشنگ بهش فکر بکنید، تو فکر برید، به خودتون از خودتون دوباره سوال بکنید. اگر جوابش پیدا نکردین مطالعه بکنید در این زمینه و جوابش رو خودتون به دست بیارید.
آیا شما روی این محصولات، این دارایی‌هایی که گفتم، خونه و ماشین و طلا و سکه و زمین و غیره، تا به حال زیان نکردین؟ یا تا به حال تا خریدین سود زیادی نکردین؟ چرا؟ کردین. به یک باره میبینید زیان زیادی روی طلا میکنید، به یک باره میبینید سود زیادی. و این که شما مثلا روی یک دارایی تا به الان زیان نکردید و سود کردین و به صورت کاملا تجربی این اتفاق افتاده، دلیل بر حرفه‌ای بودن شما نیست، دلیل بر اون نوع بازار. مثلا بازار ملک هیچ وقت قیمتش افت نمیکنه و بلکه از لحاظ زمانی این افت قیمت رو شما ملاحظه میکنید. بر فرض مثال شما ملکی رو میخرید 1 میلیارد ولی دیگه نمیتونید بفروشینش، هیچ خریداری نداره، میگه یا باید بفروشی به من 800 میلیون تومان یا هیچی، مشتری براش پیدا نمیشه. وقتی هم که میخوای بری بخری قیمت ها همه بالاست، هیچ کدوم قیمت ها پایین نیست، چون فروشنده به خودش اجازه نمیده، که به خودش این اجازه رو نمیده که قیمتی که خریده 1 میلیارد رو بفروشه 800 میلیون. و میبینید که بازار همینطوری قیمتش چسبیده ولی هیچ خریداری هم وجود نداره و این در طول مدت میبینید 2 سال 3 سال طول میکشه تا مجدد به چرخه بیفته و تورم باعث بشه که قیمت خونه بالا بره و به یک باره دوباره املاک قیمتشون رشد بکنه و خریدار برای این مدل دارایی پیدا بشه. پس شما باید متغیرها رو بتونید شناسایی بکنید و بتونید تحلیل داشته باشید روی تمام اون بازاری که دارید روش سرمایه گذاری میکنید. این به این شکل نیستش که شما دست روی هر بازاری بذارید و برید خرید بکنید و به توصیه دیگران خرید بکنید که باز هم موجب زیان شما میشه. پس دانایی و علم خودتون رو بالا ببرید و از علم و دانایی خودتون استفاده کنید، به کار هیچ کس نداشته باشید. شاید بقیه دلشون بخواد حراج بزنن به دارایی خودشون و ما اون حراج رو فرصتی برای خرید ببینیم. کاری نداریم بقیه دوست و فامیل و غیره چی کار دارن. همونطوری که در بازار بارها و بارها بنده توصیه کردم که الان وقت سرمایه گذاری، بخرید و کیف کنید، منتظر باشید، صبور باشید تا جواب صبرتون رو به زودی خواهید دید. که در حال حاضر که با هم دیگه صحبت میکنیم بازار حدود 4 تا 5 روزه در تمام نمادهای بازار میبینید صف خریدهای سنگین هستش و شما هم دارید از صبری که کردید لذت میبرید. در بازار سرمایه متغیرهای بسیار زیادی هستند که باعث رشد سهام یا افت سهام شرکت میشه. عزیزان دلم میخواد یاد بگیرید در این دوره شرکت بکنید، همراه باشید و کاملا مسائل رو توی مشتتون بگیرید، قوی بیایید جلو و تمام ویدیوها رو مسلط بشید. در غیر این صورت احتمال زیاد مثل یک شخصی که در رویا به سر میبره، در عالم برهوت هم به سر میبره، نمیدونید دارید چی کار میکنید. بهتون عرض میکنم بازار سرمایه صبر میخواد. همه جا شنیدید که بازار سرمایه باید صبر داشته باشید، باید در بلند مدت بهش نگاه بکنید. این جمله رو خیلی شنیدید، این جمله‌ای که بلند مدت فکر بکنید خیلی شنیدید. ببینید این جمله خیلی کلیه، درسته ولی خیلی کلیه و میتونه شما رو به اشتباه بندازه که انشالله توی ادامه متوجه میشید منظور من چیه. برای اینکه
شما بتونید یک شرکت رو خریداری بکنید و از اون از سود اون منفعت کسب بکنید، باید صبور باشید و صبر رو درون خودتون تقویت بکنید. و اگر صبر درون شما نشد، تقویت نشد و شما نتونستید این مسئله رو با خودتون حل بکنید، احتمال زیاد خیلی اذیت میشید و این بازار به درد روحیه شما عزیزان نمیخوره. ولی شاید در کسب و کار دیگه ای سرمایه گذاری بکنید بتونید. ولی این بازار یکی از مواردی که باید داشته باشید در وجودتون به علاوه اینکه سرمایه‌تونه، این صبر هم باید داشته باشید و با علم و صبر ثروت رو برای خودتون بسازید. چرا که بدیهیه یک شرکتی رو وقتی حالا چه بورسی باشه چه غیر بورسی باشه، اصلا کسب و کاری به بورس نداریم، فرض میگیرید یک مغازه‌ای رو خودتون میرید افتتاح میکنید و بدیهیه که الان وقتی افتتاح کردید سودی در کار نیست. آقا جان سود چی رو میخوای الان وقتی هنوز تازه افتتاح کردی، هنوز مشتری نیومده، هنوز هیچ کاری نکردی، چه سودی رو میخوای؟ پس بدیهیه که قیمت سهامم رشد نمیکنه. وقتی شما یک شرکتی رو رفتید سهامش رو خریدین، باید صبور باشید. قبل از خرید باید تمام صورت‌های مالی شرکت رو برای خرید یک شرکت خوب که از منظر ارزش ذاتی تایید شده باشه و موقع خریدش باشه بررسی کرده باشید و حالا که بررسی کردید و خریدینش باید صبور باشید که شرکت تولید بکنه، بفروشه، از فروش حقوق و دستمزد و مالیات و همه اینا هزینه ها رو بده و حسابرس عزیز بیاد اینا همه رو گزارش بگیره، همه اینا رو بررسی بکنه، سود و زیان شرکت رو بررسی بکنه و به واقعیت بپیوندونه و اینا رو بیان به صورت فایل PDF در سایت گزارش بدن و سهامداران شرکت و سهامداران جدیدی که میخوان این شرکت رو بخرن و سرمایه گذاری بکنن این گزارشات صورت سود و زیان رو مطالعه بفرمایند و عملکرد این شرکت رو که ببینن و اگر سودسازی این شرکت نسبت به قبلش بیشتر شده باشه، قیمت بدیهیه که قیمت سهامم نسبت به سود جدیدی که ساخته رشد. پس برای همینه که به شما میگن بلند مدت فکر بکنید، انتظار بازدهی یک روزه، 2 روزه، 1 هفته، 1 ماه نداشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه شرکت یک پروسه‌ای داره مثل هر کسب و کار دیگه‌ای. برای همینه که همیشه بهتون میگم سرمایه گذاری در بورس همیشه در پیج اینستاگراممون، در استوری های اینستاگرام، در گروه آموزشی تلگراممون همیشه گفتم عزیزانم بورس هیچ چیز خاصی نیستش. یک زندگی عادی رو ببینید، بورس رو هم ببینید. انگار که دارید یک زندگی معمولی میکنید، بورس هم به همین شکل، فقط باید به روش خودش تحلیل بشه. اصلا چیز خاصی نیستش. انگار شما رفتید یه مغازه زدید و دارید از اون کسب و کار سود کسب میکنید. بازار سرمایه هم به همین شکله، اصلا چیز خاصی نداره. برای همین میگم که اول از همه برای این که بتونید سرمایه گذاری بکنید باید بتونید متغیرهای این سرمایه گذاری رو تحلیل بکنید و راه و رسم این مدل سرمایه گذاری رو از بر بشید. و این که عزیزانی که انتظار دارن 1 ماه به سود برسن اشتباهه و همین هم باعث متضرر شدنشون میشه و میبینید که یک شرکتی تا قبل از اینکه این شخص بره سهامش رو بفروشه
گزارشی نداده و این شخص توی این 1 ماه که سهامو خریده خسته شده، چرا که سهام داشته درجا میزده و بعد از اینکه این آقا میفروشه شرکت یک گزارش خوب میده برای اینکه سود بیشتری ساخته و میبینید به تبع اون هم سهام شرکت بالا میره. چرا؟ چون سودی که ساخته نسبت به قیمتی که در حال حاضر داره بالاتر بوده و انتظار بیشتر بوده. انتظارمون رو برآورده کرده، حتی بیشتر از انتظار، و به همون به تبع همون هم رشد قیمتی در تابلوی معاملات صورت میگیره. این بدیهیه که باید شرکت سود بیشتر بسازه تا قیمت هم بره بالا و اگر سود بیاد پایین بدیهیه که قیمت سهام هم باید بیاد پایین و شما چون شریک این کسب و کار میشید با خرید سهام، دارید یک شراکت رو انجام میدید که تضمین کننده این شراکت سازمان بورسه. اگر شرکت سود بکنه سود شما بیشتر میشه، هم از لحاظ نقدی هم از لحاظ قیمت سهام، و برعکس هم میتونه اتفاق بیفته. سود شرکت کم بشه قیمت سهام شما افت میکنه و قیمت سود نقدی شما هم افت میکنه و اینا همه کاملا منطقی و عقلانی. امیدوارم که این مسائل رو کامل از بر بشید. فکر نکنید بورس چیز خاصیه. اینا رو همه رو چندین و چند بار این ویدیو رو ببینید و اینا باید ملکه ذهنتون بشه تا اشتباهات از شما سر نزنه. یه موقع ببینید که بازدهی سهام شما در 1 ماه 2 ماه کمه و سریع شروع به فروش اون سهام بکنید و برید سراغ یک سهام دیگه. بعد میبینید تو ماه سوم یک گزارش خوب اومد و سهام شما بعد از ماه سوم رشد زیادی میکنه و شما دوباره وارد یک چرخه باطل میشید و حسرت میخورید. در انتها هم باید خدمتتون عرض بکنم که منطق من اینو میگه، من کاری به کسی دیگه ندارم، حرف کسی هم کار ندارم. منطق من اینو میگه، قانونش هم همینو میگه. سرمایه گذاری در بازار سهام یا همون بازار بورس منفعت بسیار بسیار بالایی برای سهامدار و کسب و کارها و دولت و کشور و اقتصاد و همه داره. چون همه از این مدل کسب و کار و سرمایه گذاری منفعت بسیار زیادی کسب میکنن. در انتها اقتصاد کشور رشد میکنه، تورم افت میکنه و قیمت ها ثابت میمونه و همه شاد و خندان از زندگی زیباشون لذت میبرن و کیف میکنن و همه خندانن و شما هم راضی. کاری هم نداریم که کسی چی میگه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. سعی کنید علم و آگاهی رو در خودتون رشد بدید تا لبتون همیشه خندون باشه. تا جلسه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.